نمیصرف. بیا بگی چپ بگی یواش. دوستا دارم دیگه تمام دیگه. آره این موتورشو جمع کنه تمام. دوستا پنچری بود چرا ربطی به موتور داره؟ دو تا شاگرد دارم نمیدم. مسلم بیکار بود گفتم موتور وا کنه دستش آورد. بابا چرا ربطی داره؟ نمیصرف. دوستا این ماشین یکم صدا میده. تو زیاد کن مشتری دارم برو اونور. دوستا این برفاکن من شکسته. مشکل کمکاشه بیارم چا. من برفاکن اگه این دو تا 20 تا اوکی بود بازی میکرد تقله میزد بیارم چا. مسلم آ چاله بیار اینجا. دوستا بفهم. 12 گفتم. خودت گفتی اشتباه با من یکی بدون میخونم فردا نمیاد. این دیگه ماشین بتون. بابا چرا دوستا اینجا صدا رو نگاه موتور رو صدا نمیدی خاموش بشون. برو بهش حساب بزن تا ببینیم معمولی میاد. تو برو اینجا. نزن خاله من هنوز رو سوئیچ نداشتم هیچی زدی روشن نشد بیا رو چال موتور تو وا کن. دوستی مخلصم این کوسکن چا کلا سر آقا مسلم جون حسن آقا چند سالته 19 ماشین مال آقاته بله موتور با باشه برای چی دوستان چقدر هزینه‌اش میشه اندونه در وسط 1 تومن بگی تا 150 دوستان برفاکن گرونه نمیصرفه بودو دوستان هزینه ما چقدر شد قابلانی داداش یه باز واسه مشروطه موتوری داشتی بازش در اومده واسه شما میزنم 8 بسنه شده 8 چه ربطی داره این مسلم پیش اضافه آورد بسنی گوگیجه گرفتم بچه‌ها سختی کار خورد داشت یه 5 تومن هزینه دو درمون این بیمارستان بچه مسلم بچه اون دیگه به من چه ربطی داره پیش اضافه آورد دیگه مسئولیت داره یه ریز به عنوان استاد زدم پس کلهش گردنش ریز شکست از این داونه بچه‌یت رو بهش بردن